سلام دوستا، امید که خوب و خوش و سلامت باشین در هر جایی که هستین. دوستا امروز آمدیم چکر در می سالزبورگ. نامش چی بود؟ شافبرگ. آره دیگه واقعا خیلی قشنگ جای، منظره خیلی عالی داره. با تلکابین میری بالا سرکو، ولی رای چی هم داره، رای پیاده روی هم داره. ما از پایین که بودی خبر نداشتی 100% که رای پیاده رویش چه رقمه، ولی یا لیوش منیم از همزی بالا دیدم شد دیگه خیلی نفر پیاده مره دیگه. واقعا رای پیاده رویش بهترین رایه. همید قشنگ سمسای سرک ولی بلده پیاده رویه دیگه. او قدر هزینه تلکابین هم گران نیه دیگه. هزینه تلکابین در نفری 36 یورو رفت برگشت هسته دیگه. ولی شما میتونید که یک سرش را پیاده یا یک سرش را با تلکابین همطوری هماهنگ کنین برین. ما اگه خبر میداشتیم که رقمی یک رای قشنگ را یک قدر طبیعت زیبا چرا با پای نیمه خیلی خوب شیه دیگه. ما رو بیننده باشین دوستای عزیز تا کلی منظره رو دشما نشان میدیم. چرا سلامت باشین دوستا. سلام مجدد. اسمی که وعده داده بودم رسیدم در بلندترین قله، در جایی که از سطح دریاچه 1490 متر بلندی داره. همین ارتفاعش هست و واقعا یک موقعیت خیلی قشنگه که همزمان شما میتونین از اینجا کل دریاچه هایی که در می سالزبورگ موقعیت داره ببینید. دریاچه ها ماشاءالله چه یک دریاچه های آب متتر تمیز زلال دیگه. چهار طرف هم که سرسبزی میبینید شما در ویدیو دیگه. نام از این دریاچه های هر کدام سلطان جان تو عمر یک کمی تازه بدی. شاید دوستا یکان وقت خواست باید باز بخیر مو لوکیشنش هم میزنیم در روی از امی ویدیو. مور بیننده باشید دوستا عزیز دیگه. سلامت و جور باشید دوستای عزیز. امروز هم که نگین اشاره کرد این دریاچه که مثلا در درازی افتاده ای طرف این موشه ولفگانگسه. باز یک دریاچه دیگه اینی طرف تر هسته این دزی مگعات ترسه و یک دریاچه دیگه مثلا این منطقه افتاده دزی که هسته مگه مونسه و یک دریاچه دیگه این منطقه دزی مگه سلامسه و یک دریاچه دیگه اینی طرف هسته دزی مگه فوشلسه دیگه. دریاچه ها مثلا اکثریتش همینجا است، بجز یک دریاچه که مثلا والرسه او در این طرف دیده نمیشه، باید دو طرف دیگه بریم باز معلوم میشه. ولی این بهترین جایی که مثلا اگر ما رفتیم این کوه بود، شافبرگ میگدش. از این منطقه باز تمام دریاچه ها قشنگتر معلوم میشد، ولی متاسفانه امروز آب هوا در اون زمانی که ما رفته بودیم خوب نبود دیگه نرفتیم. اگر خواستین مثلا پیاده باین رای پیاده داره، مثلا از اینجا موشه بای پارک پلاس هم پایین داره دیگه. بین از این شهر موشه پارک کنیم. ولی دوستا ما خودیم که امروز با تلکابین هم دنبالا توصیه هم که از تلکابین کرده همراه پای کی بین همینطوری رای پیاده رویش هم خیلی قشنگه، همینطوری اقتصادیه، خیلی اقتصادیه چون رای پیاده رویش قدر کجوپیج و چی نیه نه سلطان؟ همینطوری چی افتیده دیگه، مستقیم افتیده نیه که زیاد کجوپیج باشه، خیلی کم کجوپیجی داره. باز این طرف قشنگی از این جایی که این طرف کلن بهار است، بهار میگینید. باز این طرف پشت سر از ما کلن زمستان میبینید که سلطان این طرف رو بخیر ویدیو بگه
آره ولی ما یک نکته میخواستیم بگیم، این طرف کسی مثلا اشتروبل است، کسی که خواسته شافبرگ بره فهمیدی مثلا باید در اون منطقه که مثلا چند تا خانه هست در اونجا بره تا در اونجا بتونه برسه در شافبرگ. دوستا این طرف فصل زمستان را آدم میبینه، این طرف واقعا سمسه زمستان دیگه. این می برفارم که زید میار که نه میبینی سرای کوه، همین کوهش زیاد دور نیه دیگه از اینج، نه همین یا خیلی نزدیکه. باز اینار فکر کنم دیروز زیده یا امشب زیده دقیقا، یعنی خیلی از وقتا نمانده که زمستان برف منده شه، اینجا اینطوری هست دیگه، هر دقیقه هوایش تغییر منه. باز ولی خیلی منظره قشنگی که در خدایی آدم از اینطوری منظره ها سمسه لذت مبرنه. نه این طرف کلا هوایش مثلا متفاوته دیگه. اونایی که دنبال طبیعت میگردن طبیعت گردن دیگه اینجا مثلا باید بیاین. حالا نمیدونم کسایی که مثلا سوئیس رو تعریف کنه، اونایی که مثلا اتریش رو تعریف کنه، خلاصه هر کجا مثلا خوبیت خود داره. دوستا قسمت که میبینید از اینا هم هست در اینجی، باز یام دقیقا مثل تلکابین آره کرایی است، 2 نفری است، 3 نفری است، 1 نفری است. کسایی که میخواین تمامی همینطوری بله سر در 4 بگردن دیگه از اینا میگیره، اینا کلان کرایی است. اینا 1 نفرش کسی که یاد داره اورم بره، 1 نفرش از این کسایی است که یا یوتیوبر است یا توریست است، میه بالای سر دریاچه ها میگرده، یا دریاچه یا درخت یا هر جایی که هست. باز در نظر نه ایش بهتر، بلده کسایی که واقعا روی سر دریاچه ها مره شاید ایش بهتر باشه. خیلی خوبه، همزمان چند تا نه یک جا بال مشت میماره. Ist das klar? Ja. Du musst uns hinausgeschmuckt mit dem Regen. Ja. باشکیش هم بال میشه نمیشه خوبه. اینا اون کسایی هستن که توریست هستن کلگیشی فقط وسط این طرف و این طرف، یعنی رای بریگی که میگنین خیلی بریگه دیگه. هنمی یک تکه کس رایه دیگه، این طرف که کلن در رایه نمیشه که آدم ببینه یا چی نه، یعنی دوش باز خوبتره. این طرف جای کسایی که از اینا بالنه، از این قسمت هم میتونه که پس بریسین پایین ده قسمت تلکابین. این اینجا هم که هتله، یک هتل اینجا، یک دنه دیگه اینجا. باز ما میتونیم که همینطوری بریم بالا، از این بالا قشنگ همه چیز بگیریم که دور چه رقمه یا این طرف چه رقمه.